این تمیزی چند ساعت از عمر منو گرفت؟ هیچ زمانی از من نگرفته، چون 1.5 سال که مسئولیت تمیزکاری خونه ما با سگو. توی این ویدیو میخوام از تجربه چند روز استفاده از آخرین نسخه جارو رباتیک سگو براتون بگم. اولین تغییر که در هوشمندترین مدل RMW 90 به چشمم خورد، کویک مپ یا نقشه برداری سریع و سه‌بعدی بود که با دوربین و حسگرهای لیزری که داره خونه ما با این همه وسیله رو خیلی سریع بدون هیچ خطایی تو مدت زمان 15 دقیقه نقشه برداری. RMW 90 یه ایستگاه چند منظوره داره، یعنی ربات بعد از 10 الی 15 دقیقه کار کردن به استیشن خودش برمیگشت، پد تی رو میشست و محفظه نگهداری آشغال رو هم تخلیه میکرد. تو نسخه بعدی قطعا میره نون هم میخره. قابلیت بعدی که من عاشقش شدم این بود که علاوه بر تی کشی چرخشی که یه خونه همیشه تمیز ایرانی به شما تحویل میده، میتونه جارو و تی کشی رو همزمان انجام بده و به صورت هوشمند وقتی به فرش میرسه عملیات تی کشی رو متوقف میکنه. خانوما بین خودمون بمونه، دوربین هم داره و شما میتونید از داخل یا خارج خونه جارو رو کنترل کنید و محیط خونه رو ببینید. چند بار آرزو کردی یه معجزه اتفاق بیفته و خونه خودش تمیز بشه، اما گاهی معجزه یه اسم دیگه داره: جارو رباتیک سگو.